الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یکی از علامت‌های روز قیامت بیرون شدن آفتاب از مغرب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قیامت قائم نمیشه تا اینکه آفتاب از مغرب بیرون شود. فاذا رآها الناس آمن من علیها. وقتی که مردم این را میبینند، آفتاب از مغرب میبراید، یعنی طلوع میکند، هر کس که در روی زمین است فورا ایمان میارند. میبینند قدرت الله تعالی را و با این حالتی که میبینند فورا ایمان میارند. لکن ایمان در وقت میآورند که فرصت از پیشان رفتگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: فذاک حین لا ینفع نفسا ایمانها. این وقت و ساعت است که ایمان به صاحبش فایده ای ندارد. کسی که پیش از این حالت ایمان نآورده، دیگر ایمان در این وقت برایش فایده ای ندارد. این حدیث در صحیح بخاری است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.